یه قضیه که حالا توی روسیه هست اینه که پلیسا خیلی پول بگیرن، خیلی رشوه بگیرن. ماسک نزنین، هر کاری میخوایم بکنین. و ودکا اینجا از آب معدنی ارزون تره. سلام برای وکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم امروز با عرفان، کسی که داره تو روسیه سال 4 دکتر دندونپزشکی داشتم میخواد تخصص و از این صحبت ها. چطوری عرفان؟ به عالی، مرسی من سهیل جان. من اصلا یه حس عجیبی دارم میبینم، همیشه از پشت گوشی میدیدم و اینا، حالا میبینم رو به رویم توی تماس و خیلی چیز عجیبیه برام، یه حس باحالیه برام. دمت گرم، مرسی که اومدی عزیزم، مرسی وقت گذاشتی. یه خورده برام توضیح بده از روسیه و دکتر شدن و چیزایی که میخوای بهمون بگی و بگو لطفا خورده حال کنیم. روسیه که کلا مبحث خیلی گسترده‌ای داره، یه سری از سختیاش هست، یه سری سختیاش از دمای، یه سری سختیاش از تحصیل و حالا هر کدومش یه روند بدی داره برای خودش. یکی از حالا سختیاش که گفتم دمایی، روسیه کلا معروفه به دمای پایین سرماش این چیزاش. توی کریسمس و اینا دما ممکنه برسه به 35 درجه منهای 35 درجه و توی تابستون ممکنه بشه مثبت 40، یعنی 70-80 درجه اختلاف دما و این حالا چیزی نیست که توی هر کشوری بشه دید و هر کسی هم بتونه باش خودش رو سازگار کنه. حالا خود روسا اوکی ان با این قضیه، اصلا توی فصل سرد میرن استخر آب سرد و نمیدونم دوش آب سرد میگیرن. آره اینجا از این کارا میکنن، شک بزنید تو صورتشون، زمستون دارن شنا میکنن ریلکس. همین و یه چیز عجیبی هم اینجا دارن راجع به آب و هوا این قضایی، تا تابستون میشه هر محله 10 روز آب گرمش قطعه. ما الان 8 روز آب گرممون قطعه، 2 روز دیگه مونده و کلا توی حال درست ممکنه هوا یکم گرم شده باشه ولی یه سری روزا یه سری موقع اصلا هوا اوکی نیست اونقدر که بشه دوش آب سرد گرفت. ولی خب یه خود روز آب یعنی چی توی روز عادت کردیم 10 روز آب گرم رو قطع میکنن که همه مجبور شدن دوش سرد بگیرن؟ آره دقیقاً 10 روز کاملا آب گرم قطعه و همه مجبورن دوش آب سرد بگیرن، حتی توی باشگاه، توی خوابگاه، همه جا قطع میشه. خب 2 سوال، تو زمستون هم اینطوریه؟ نه تو زمستون خدا رو شکر به این قضیه نرسیدم، این کارو نکردم ولی توی تابستون چرا؟ بعد اون وقت آب داغ و دولت میفرسته تو خونه، مگه تو خونه آب گرم کن ندارن؟ نه تو خونه حال نمیدونم سیستم آب گرم کنش چجوریه، میدونم که اینجوری هست که آب گرم کلا قطع میشه و خودمون هیچ کاری نمیتونیم در برابرش بکنیم. یه تهش ما سال اول اومده بودیم اون تایم آب جوش میذاشتیم، یکی میذاشتیم دم همون بوتش به ما آب گرم برسونه. بعد یه سری وقت اصلا هوا اونقدر گرم نشده، اونقدر خوب نشده بشه دوش گرفت، با سرما و لرز و این چیزا میومدیم بیرون. یا خودشون شوفاژا رو قطع وصل میکنن، ما توش دسترسی نداریم، ما کاری انجام نمیدیم و یهو میبینیم هوا هنوز سرد، شوفاژ قطعه. خیلی جالب، یعنی این هفته بعد هم روش آب سرد بگیریم چون که پوتین گفته به نظر من خوبه. در اصل میگن برای تعمیراته ولی فکر میکنم برای صرفه‌جویی توی انرژی باشه این قضیه‌اش هست. همیشه اینجوری بوده یا تو 3 سالی که اون بوده ما موقعی که اومدیم برامون عجیب بود اول کارش، ولی خب بعداً دیگه عادت کردیم اوکی شد. حالا هر کسی میاد اول براش میگیم تابستون قطع میشه، دیگه به صابخونه‌ات زنگ نزنیم، قضیه طبیعیه، قضیه اوکیه. اوه چقدر جالب. خب بعد چی شد رفتی دندونپزشکی خوندی؟ من از بچگی تو فکر دندونپزشکی بودم. حالا اینجا اکثر ایرانی‌ها پزشکی میخونن یا دندونپزشکی یا حالا داروسازی، ولی در کل دندونپزشکی اینجا هم 1 سال کمتر میخونی، هم زودتر به پول میرسی، هم میتونی تو دوران دانشجویی بعد چند سال کار کنی یه پولی درآمدی در بیاری و هم این که خب درآمدی دندونپزشکی از پزشکی بیشتره. الانم که کلی پزشکی ایران اوضاعشون بحث. چقدر خرجشه بخونی تو روسیه این درسو؟ اینجا بستگی به دانشگاهش داره و بستگی به شهرش. اگه شهر مسکو باشه طبیعتاً چون پایتخت گرون‌تره و حالا دانشگاه تا دانشگاه، مثلا دانشگاه ما پرویمد مسکو، یعنی دانشگاه اول پرویمد روسیه است، یعنی دانشگاه اول روسیه است توی پزشکی رتبهش و توی دندونپزشکی هم رتبه خوبی داره. این الان فکر می‌کنم قیمت‌های جدیدش ماهیان 6 ماهش یعنی هر ترمش در میاد 1,200 روبل، یعنی 1,200,000 روبل که حدوداً به تومان میشه فکر کنم الان هر 6 ماه 700-800 میلیون تومان. ولی خب ما با مثلا نرخ پایین تر اومدیم دیگه، ما قراردادمون رو بستیم و حالا هر چقدر هم افزایش پیدا کنه دیگه این افزایش روی
قرارداد ما نمیخوره، ما با قیمت‌های پایین‌تر اومدیم. اینجا یه قضیه هم پیش اومد، قضیه جنگ بود دیگه، قضیه جنگ روسیه و اوکراین بود. قبل از روسیه و اوکراین همه چی اوکی بود، همه چی روال بود، یعنی هم دسترسی به تمام چیزایی که می‌خوایم، هم قیمت و اصلا تورم من اینجا ندیده بودم و حتی از بچه‌ای که قبلا هم اینجا بودن اومدن پرسیدن یا رفتیم با هم پرسیدیم گفتن که اصلا تورم اینجا نبوده. و حالا ما اومدیم و بعد چند ماه این قضیه جنگ شروع شد و تورم ما دوباره دیدیم، دوباره مثل ایران شد این قضیه و حالا یه سری امکاناتمون کم شد. من اصلا موقعی که توی هواپیما نشستم اولین کاری که کردم هواپیما بلند شد تمام وی پی ان رو حذف کردم. تا اومدم اینجا خیلی خوشحال اوکی دیدم ای وی پی ان نمیخوام، همه چی اوکی دیگه، این استا اوکیه. ولی بعد 6 ماه دوباره وی پی ان رو همه رو از نو نصب کردم برای اینستاگرام فیلتر کردن اینجا بعد جنگ. چقدر اتفاقا آدم میافتاد اصلا فکر نمیکنه ها، میگه مگه میشه مثلا. ولی توی روسیه این چیزا رو رفتی مثلا میگن الان مکدونالد بسته ولی یه چیز دیگه باز شده مثلا به اسم همبرگر فلان هرچی. دقیقاً فوکوسنا توچکا فکر کنم، فوکوسنا توچکا یا توشنا، یادم نمیاد دقیقاً درست ندید. خوردی؟ ولی دقیقاً آره در از همون رسیپیه، یعنی هیچ تغییری انجام نشده، فقط برداشتن برند مارکو تغییر دادن. یعنی پس و حالا به جای کینگ کسی بیاد الان روسیه میتونه مکدونالد بخوره؟ آره هم مکدونالد هست، هم KFC هست، همه چی هست، فقط با اسمای دیگه. KFC شده روستیکس فکر میکنم و کاملا همون کیفیت، همیشه همون مدل و حتی اسمش یه جورایی تغییرش دادن که همه کسایی که اینجا یا میان از کشوری اینجا راحت بتونن تشخیصش بدن، راحت بتونن همون سفارش بدن. چون در واقع اسمش تغییر کرده، کپی رایت الان نخورد. فهمیدم. بعد چون در واقع کمپانی مکدونالد اومده بود اونجا، رفته بود یه قصابی پیدا کرده بود، گفته بود گوشت اینطوری کن به ما بده. بعد به جام سیب زمینی پیدا کرده گفته اینجوری ببر برای ما این مدل‌ها باشه. حالا همونا دارن رعایت میکنن، فقط یه مکدونالد پشتش نیست. آره دقیقاً. حتی برندی لباس الان آدیداس نداریم، الان زارا نداریم، به جز زارا دیگه یه برندی اومده به نام مات. الان یک سال و نیم حتی شاید بیشتر باشه که کلا اینو تغییر کرده. یه سری برند کاملا جمع کردن رفتن، یه سری برند حالا جایگزین آوردن و کلی هم ضرر کردن سر این قضیه. ولی خب به خاطر مسائل سیاسی دیگه مجبور بودن این کارو بکنن. الان نمایندگی آدیداس و نایک و این چیزا دیگه نداریم اینجا. جمعیت روسیه چقدره؟ چقدره؟ یه چیزی شده. جمعیت روسیه دقیق نمیدونم ولی خیلی بالا، یعنی فکر میکنم حدود 180 تا 200 میلیون باشه. حالا باید حتما اینو سرچش کنم، دقیق نمیدونم. ولی جمعیت مسکو میدونم، امیدوارم درست گفته باشم بعد این همه خب دور نبوده. و حالا جمعیت مسکو هم که نسبت به بقیه شهر طبیعتا بالاتره، بعدش بکنم سن پتربورگ باشه. و حالا یه شهر خوبی هم دارن توی جنوب روسیه، سوچی، اونم شهر معروفیه و چند وقت پیش خوندم که سومین شهر گرونه کل دنیا شده سوچی. حالا نمیدونم چرا، با اینکه نه پای تخته نه چیز، خیلی هم برای خرید و برای آب و هوایی خوبش و اینا میرن اونجا. درس تمام بشه روسیه میمونی؟ درسم تموم بشه نمیدونم واقعیتش، یعنی از هر کیم میپرسم درسش تموم شده، طرف هنوز نمیدونه میخواد چیکار کنه. سر اینکه حالا یه سری از دانشگاه ما مورد تایید وزارت بهداشت ایران هست، میتونن برگردن ایران کار کنن، یه سری از دانشگاه نیست. و سر این قضیه اونایی که مورد تایید نیست باید یه فکر به حال خودشون بکنن، یا حالا توی روسیه بمونن، درس بخونن، کار کنن. ببخشید که یه مشکلی دارن، مشکلشون زبان روسیه طبیعتا، و اینکه اینجا دانشجو یا حالا کسی که درسش تموم شده تا تخصص نگیره نمیتونه کار بکنه به عنوان دندونپزشک، به عنوان دستیار میشه ولی به عنوان دندونپزشک نمیتونه کار کنه، یا اگه هم کار کنه این کار به صورت قانونی نیست. حالا توی ایران داریم دندونپزشک عمومی همه کاری هم انجام میده، ولی اینجا نه. یه سری سختگیری‌ها هست، مثلا کسی که ایمپلنتولوژی متخصص ایمپلنته فقط میتونه ایمپلنت بکنه، نمیتونه یه سری کارهای دیگر رو انجام بده، نمیتونه ارتودنسی انجام بده، نمیتونه دندون بکشه. تو روسیه اگه بمونی حقوق چقدره؟ اینجا حقوق دندون پزشک خیلی بالا، حالا مخصوصا توی بحث ایمپلنت. اینجا زیبایی دندون، حالا چه توی ایران و چه اینجا خیلی درآمدش بالا، و اینجا حتی درآمدش بیشتر ایران هم هست. البته همش بستگی به سطح داره، سطح فرد و سطح اون بیماری که میاد سمتش.
طبیعتا یکی مثلا رئیس جمهور میاد پیشش دندونش رو درست میکنه، اون درآمد خیلی بیشتری داره نسبت به بقیه. مگه روسیه چیز نیست؟ مگه روسیه نمیگه ما همه باید یه مقدار پول در بیارن، همه باید مساوی باشن؟ اون چطوری بازی میکنه تو این داستانا؟ این قضیه رو حالا اگه هم هست به صورت عملی حداقل من ندیدم اینجوری نبوده. و حالا این قضیه توی یه سری کشورهای دیگه بوده و حالا یه اصطلاحی هم داره که اون یادم نمیاد این قضیه، ولی نه این نبوده اینجا، یا اگه هم هست من ندیدم حداقل. چون مثلا النا به هم میگفتش که خونه همه یه جوره بیرون ولی توشون که میری خیلی خفنه، چون اگر بیرون خونه رو خفن کنن به پلیس مثلا یعنی به دولت لو بدن، دولت میاد مثلا میگه که چجوری تو پولدار شدی از این حرفا. اینا هست؟ آره درسته، تا یه حدیش درسته. در اصل اینجوریه که خونه ها همه اکثرا اینجوریه که خونه ها از بین 30 40 50 60 تا این محدود متراژه و یه سری داچا داریم که همون ویلاهای خودمونه بیرون شهر یا نزدیک شهر ولی اطرافش. اینا دیگه اون خونه‌ای میشه که حالا طرف یکم خونه ویلایی طوره میخواد لذت زندگیشو ببره اونجا، ولی معمولا همه خونه‌های متراژ یکسان داره و قیمتش بستگی به حالا امکاناتش، نوساز بودنش یا اینکه کجای شهر مخصوصا. اینجا در از غرب مسکو گرونترین بخشش مسکو سیتی میشه که حالا اونجا اجاره هم خیلی بالاتره و اینکه حالا آب و هوا هم حتی به خاطر اینکه نزدیک دریاچه یکم متفاوته. اینجا هم یه چیزی رو بگم، اینجا هر شاید بگم چند کیلومتر پر جنگل و دریاچه است و این یه خوبیه داره که کلا همه الان پشت من این ویو اگه روشن بشه اینجا کامل جنگل هستن، ولی خب الان شب و پیدا نیست. در کلا توی مسکو از هر جایی پیاده بری بعد یه 20-25 دقیقه ممکنه به جنگل و دریاچه برسی. اینش خیلی خوبه، توی آب و هوا اینجا هم خیلی تاثیر داشته. خیلی شبیه کاناداست اینجوری که میگی. آره از این نظر فکر کنم خیلی شبیه باشه. همه جوره، همون جوری که هوایی که توضیح دادی، داستانی که گفتی، نمیدونم میدونی یا نه، کانادا تمام دریاچه‌های دنیا رو با هم جمع کنی کمتر از کاناداست. اینو نمیدونستم. خیلی گنگش بالاست. عجیبه. همین. خیلی ها تمام دریاچه‌های دنیا رو با هم جمع کنی کمتر از کاناداست. اینو نمیدونستم اصلا. باز خود مسکو رو میبینم پر دریاچه است. یه قضیه دیگه ای هم که حالا اینجا بود مربوط به دوران کرونا و اینا، ما اوایل اومده بودیم به ما گفتن که باید ماسک بزنی اجباریه و اینکه حالا اینجا جریمه هاشون به این صورته. بچه‌ها چیز جالب، واکسن اسپاتنیک روسی کرونا تو دانشگاه عرفان درست شده. این جالب بود، اطلاعات جالب بود. آره دقیقاً. واکسن اسپوتنیک وی هست فکر میکنم اینجا درست شده توی دانشگاه سچینو. حالا این بچه هم سر صدا میکنه یکم آرومش کنه. اگرم اشتباه نگم اسپاتنیک اسم اولین موشکی بود که روسیه فرستاد به. آره فکر میکنم دقیقاً منم همین فکر میکنم. و حالا یادم اوایل اومده بودیم اینجا بحث کرونا بود دیگه، به ما گفته بودن حتما باید ماسک بزنیم و حالا به خاطر امنیت این شاید یه سری مشکلات بود طبیعتا همه با ماسکن و اینا، اینجا هم که روی امنیت خیلی حساسن و خب این قضایی بود. بعد از یه مدت گفتن که خب واکسن اومد همه واکسینه شدن الان دیگه ماسک بزنین جرمه. تا یه حدی تا یه تایمی گفتن که ماسک زدن جرمه، کاملا برعکس شد قضیه. الان دیگه اوکی میتونی ماسک بزنی میتونی نزنی. خیلی خوبه. با حال میده کشور دیکتاتوری هم زندگی کردن ها. یعنی یه اتفاقی یه آروسا بالا میشه میگه هیچ کی خونه میرون. یه 140 میلیون ما بشن تو خونه. وای خیلی باحال. ماسک نزنین هر کاری میخوایم بکنین. یعنی یه کاری کرده که هیچ الاغی نمیتونه بفهمه کدوم درست بوده. یعنی از هر سه تا آپشن هر سه تا رو زور کرده. یعنی میگه آقا والا به نظر کدوم درست؟ میگه ما نفهمیدیم، ماسک زدیم آدما مردن، ماسک نزدیم آدما مردن، هر کاری کرد آدما مردن، ما که نفهمیدیم چی شد. ولی سر کرونا من چیزی که فهمیدم اینه که چقدر بی‌عرضه و احمقیم از اسپیشی انسان. مثلا من فکر می‌کردم اگه مثلا یه همچین اتفاقی بیفته انسان‌ها همه پشت هم باشن و مثلا من روز اول که کرونا شد رفتم یه دونه کاغذ برداشتم نوشتم تایپ کردم که سلام اسم من اینه، این تلفنمه، من اینجا زندگی می‌کنم تو این کوچه، اگه سنت بالاست و نمی‌خوای خرید بری به من خریدتو تکست بزن، من میام بعد خرید می‌کنم میام
میذارم پشت درت، پولش هم به من این ترانسفر کن که نخواد هیچ وقت منو ببینی. بعد اینو رفتم پرینت کردم و تو تمام کوچه پخش کردم. بعد یه نفر تکست زد که مرسی که تو آدم خوبی. بعد دنیام رفت به فنا. یعنی دیدم که مثلا من یه نفر کشتیه آب توش بوده، من اینجوری یه باکت داشتم خب خالی کنیم، دیدم همه دارن میششن تو کشتی. وا خب تایوس پشت چرا منطقی نیست کارتون دیگه؟ وای خیلی بد بود اصلا. میگم من اونجا فهمیدم که چقدر احمقیم، چقدر ساده ایم، بعد چقدر بدی وجود داره. یعنی مثلا اونی که میومد شروع میکرد شایعه درست کردن که آقا مثلا من آهن رو با شدم، این اون مریض روانیه دیگه. یعنی فکر کنم که خب من میرم یه کاری بکنم که پاسبلی کل انسانیت رو از بین ببرم و میکنه این کارو. بعد نه یه نفر، نه 2 نفر، نه 1000 نفر. رفیق صمیمی خودمون مثلا گول یارو رو میخوره، اونم شروع میشه جزء اونم شروع میکنه شعار دادن، میدونی؟ همه این توتی فقط زر میزنن. و واقعا من اونجا فهمیدم که اگر اتفاقی بیفته ما هیچ نوع شانسی نداریم. که مثلا تو فیلم ها دیدی ایلین میاد بعد همه با هم دست میزنن و نفر آخر میره رو کره زمین میگه شما برین من دکمه میزنم، هیچکی نمیزنه. برمیگردن پای میگه چرا شد؟ میگه ریموت از کار افتاد برگشتیم. میگه خب الان همه میریم. میگه به تخمم چی می‌خواستی من برم اونجا بزنم؟ من برم شما همه بمونین؟ من کسخوام. دنیا ما اینطوریه. ببین چی میگم ها تو فیلم‌ها، بذار من برم، نه من برم. بعد اون یکی میاد جفتشون رو هول میده میپره بیرون، دکمه رو میبنده. میدونی خیلی دنیا متاسفانه من ازش خیلی ناراحت شدم. حالا چه چیز جالبی تو اتفاق افتاد توی این 3-4 سالی که روسیه بودی؟ یه داستان جالب اتفاق افتاده که پر کرکت بریزه، خنده دار، ناراحت کننده، پلیس بیاد ببرتت؟ اینجا کلا افرادی که ببینن یکم چهرهشون به روسا نمیخوره، مثلا ما گالریش و سیبیل و اینا میذاریم یکم چهرهمون غربی و اینا، میان معمولا گیر میدن که آره بیا مدارکتو به ما نشون بده. باید همیشه مدارکمون پیشمون باشه، ریجستره که نشون میده ما کجا زندگی میکنیم. خیلی مهمه. و یکی پاسپورته و یکی هم میگریشن کارته. الان یارو من میگه که بچه ایرانی ببینم مدارکتو، بعد میگی ندارم، اومدم بیرون با دوستم میخوام یه آبجو بخورم، چی میشه؟ اینجا مشکل پیش میاد. یه قضیه که حالا توی روسیه هست اینه که پلیسا خیلی پول بگیرن، خیلی رشوه بگیرن و حالا میشه با رشوه معمولا این کارا انجام داده، یکم حالا حلش کرد. ولی در کل اگه این قضیه بشه و طرف پیگیر باشه که حالا ما حتما باید مدارک نشون بدیم، ما رو میگیرن میبرن میگن که زنگ بزن مدارکتو بیار. ولی حالا اینجا اگه تیپ و لباس اوکی باشه، طرف میبینه که آره این آدم سرش به تنش میارزه، بهش گیر نمیده. برای همین اینجا لباس پوشیدن خیلی مهمه و اینکه حالا کجا هستی چه کارایی انجام میدی. ولی کسی که میبینه مثلا با لباس معمولیه چهرهش هم مثلا به تاجیک میخوره، نمیدونم به افغان میخوره یا اینا، معمولا میان گیر میدن. و حالا حتی چینیا میان گیر میدن ببینن که میگریشن کارت هست که یعنی قانونی وارد کشور شده، کجا ساکنه و همین مدارک رو میبینن اصلی یا نه. حالا اینجا یه اتفاق بعدی هم افتاده بود که چند وقت پیش بود، فکر کنم 3-4 ماه پیش بود. داعش اومده بود و توی یکی از این مال ها، توی یکی از همین شاپینگ مال ها یه سری بمب گذاری شده بود و کلا شاپینگ مال به فنا رفت. و سر این قضیه بعدش سیف کردن این قضیه رو که بیان همه رو چک کنن و حتی میان در خونه ها در میزنن پلیسا. حتی صبح روز تعطیل برای رفیقام پیش اومده بود که اومدن و مدارکشون رو چک کردن که ببینن این خونه مال همین شخصه یا نه، یا حداقل اجاره کرده از این شخص، این شخص کیه. خیلی اینا رو سختگیری میکنن. به کل امنیت روسیه امنیت خیلی خوبیه، از این نظر خیلی خوبه. یعنی ما میتونیم 3 و 4 صبح همیشه بریم بیرون، شاید کلی آدم مست باشه 3 و 4 صبح، ولی هیچ کدوم کاری ندارن و همشون اوکی ان. آقا مثل گاو ودکا میخورم واقعا. آره یعنی برای سرماخوردگی ساده هم شنیدم اینا ودکا میخورن و ودکا اینجا از آب معدنی ارزون تره. من اصلا مشروب خودم نمیخورم، اصلا سمتش نمیرم. یعنی چی از آب ارزون تره؟ اینجا آب نمیدونم یا قیمتش بالایی یا ودکا خیلی پایینه قیمتش. و اینکه مثلا 1 لیتر آب برای ما در میاد، براتون بگم البته بستگی به آبش داره و بستگی به ودکاش داره. آبجو هم همینطور. آبجو ارزون ترین آب بگو با ارزون ترین ودکا. در از ودکا حالا باز قیمت رفته بالا. بیان آبجو رو من بخوام بگم، آبجو مثلا یه دونه باتلش در میاد براتون بگم حالا ارزون ترین شاید 60-70 روبل میشه، بودن 40,000 تومان.
آب تا معمولا داره همون دقیقاً همون 60-70 روبل تا 100-120 روبل اینا پیدا میشه. بستگی حالا به یکی از این سوپرمارکت ها داره، یه جایی هست که آبش گرونتر از آبجوه، ولی معمولا رنج قیمتی همین قیمت مساوی هم. ولی خب خود روسا خیلی سمت مشروب و اینا میرن و فکر کنم توی این سرما هم برای همین انقدر اینا راحت میتونن تحمل کنن. این تحمل برای ما خیلی سخته. میگم توی سرمایه های وارد استخر آب یخ بشن این چیز غیر طبیعیه برای ما هستن. بعد تو خیابون اوکی مشروب بخوری یا نه باید تو خونه تو؟ نه در از توی خیابون باشیم و مست باشیم اوکیه، ولی خب این که یک روس یا یک شهروند دیگه مشروب دستش بگیره نه، این مشکل داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کودک‌ها میبینن و این قضیه براشون بعد آموزی داره. باید حالا مثلا خود روسا توی مترو ان دارن مشروب میخورن، یه پلاستیک سیاه میکشن دور مشروبشون میگیرن مثلا دم دهنشون که کس نبینه. بعد اگه این پلاستیک سیاه باشه دیگه ایرادی نداره، اوکی. یکم حالا این قضیه رو فقط برای اون آموزش و اون چیزا در نظر میگیرن، مخصوصا برای بچه‌ها هم خیلی ارزش قائلن طبیعتاً دیگه اینجا. خب حالا یه قرار بود داستان خفن بگی برام، من وسطش چیزی گفتم. داستان خفن من اینجا یک بار حالا پلیسا بهم گیر دادن و سر این قضیه بود که چند تا داستان هست ماشاءالله زیاد اینجا اتفاقات عجیب و غریب پیش میاد. حالا یه دونش این بود که حالا پلیس به ما گیر داد سر این قضیه که ما 4 صبح از خونه رفیقمون برگشته بودیم، می‌خواستیم بریم سمت خونه خودمون، روز تعطیلم بود دیگه، گفته بودیم بریم و این حرف، ولی سرد بود هوا. اومدیم بیرون وایسادیم دم یه بانک که کمتر باد بخوریم، یهو دیدیم یه دونه ون پر پلیسه، همه پلیسا 10-15 نفر میان پیاده میشن میان طرف من. بعد میگن که دم بانک چیکار کنیم؟ من تازه بالا میبرم سرمو میبینم که اینجا بانکه، اصلا نمیدونستم بانک. گفتم سردمه. گفت سردت لباس بپوش ولی دم اینجا وای نست. خلاص اونجا مدارکو چک کردم، من مدارکم همش پیشم نبود ولی کارت دانشگاه هم پیشم بود و اینجا کارت دانشگاه ما رو خیلی قبول دارم. یعنی کلا بگی به یک نفر که دانشگاه سچینوف درس میخونی اونا میگه که چقدر خفن. شاید بین ایرانی خیلی مثلا دانشگاه بعدی جا افتاده باشه ولی بین خود روسا اینجا واقعا بهترین دانشگاه، یعنی حتی به عنوان مدرک شناسایی از کارت دانشجوییش رو استفاده میکنه. این خیلی خوب. یکی از قضای دیگه هم که بود اینجا کلاهبرداری خیلی زیاد اتفاق میفته. کلاهبرداری زیاد چه توسط ایرانی چه توسط روس و چه توسط بقیه کشورها تاجیکان. ما خودمون اومدیم اینجا اول کار پول 5 سال کاملو ما دادیم به یک شخصی، دادیم پولو به یک شخصی که برای ما 5 سال کامل خودش واریز کنه. ما هم اطلاعی نداشتیم چی به چیه که خودمون بیایم خودمون همه کار رو بکنیم، فقط این شخص رو میشناختیم اعتمادم کرد. بعد 2 سال این دیگه پولو نداد و پول 3 سال جا مکان و پول دانشگاه رو خورد و این خب مبلغ خیلی زیادی میشد به اون تایم و کامل این پول رفت. حالا اینجا هم توی کار مثلا چنج کردن پول توی روبل و ریال اینجا باز این اتفاق افتاد که یه سری اتفاق افتاد میگفتن که شما بیا پولو بده. بعد چه اتفاقی میفته؟ ما هفته دیگه این پولو بهت میدیم، نرخو کمتر میدیم، نرخ چنجمون بهتر، یا ما ماه دیگه بهت پولو میدیم ولی خب نرخ چنج دوباره میاد پایین‌تر. اینا هم یه سری قبول کردن، حتی خودم یه سری همین کار رو کردم و متاسفانه پولم کامل از دست رفت و اینجا پول خیلی بزرگی از دست رفت از ایرانی‌ها توسط یه ایرانی دیگه و حتی خبرش توی اخبار روسی هم پخش شد. در این حد کار بزرگ بود. واو. پس بلند همه چی هستی، همه جای دنیا همینه دیگه، یعنی همه جا حواست نباشه یکی کرده پاشد. ولی دیگه چیزی که تو میگی خیلی بده، مثلا میدونی یه نفر میتونه یعنی فکر کن یعنی که میتونه دکتر بشه بعد به خاطر دزدی بی پدر یارو برمیگرده تو ایران و منها. همین دقیقاً. خیلی‌ها چند سال 1 سال عقب افتادن از درسشون چون نتونستن پول اون 1 سال تحصیلشون رو بدن. 1 سال تحصیل رفته بود ولی نتونستن پول سال تحصیلی بدن، بنابراین کلا 1 سالشون سوخت شد. 1 سال از زندگی، از درس، از همه چی عقب افتاد. درس خوندن اینجا به راحتی بقیه کشور شاید نباشه به خاطر آب و هوا، به خاطر زبان. اینجا میشه به زبان انگلیسی خوند، روسی خوند، ولی آب و هوا جوریه که ساعت 6 صبح ما بیدار میشیم، شاید مثلا توی زمستون اینجا 10-11 صبح تازه طلوع بشه و این قضیه مشکل سازه. این که 1 سال صبح به صبح ساعت 6 صبح توی منهای 35 بیای 2 سلای لباس بپوشی بری دانشگاه، بعدش بگن 1 سالت رفت، 1 سال بیهوده این کار رو کردی، اصلا کار
ساده نیست از گذاشتن از این قضیه. نه راست میگی، خیلی متاسفانه آدم دیگه. ولی میگم دیگه کشور فرق کشور جهان اول، جهان دوم، جهان سوم همین چیزاست دیگه. فدایشان. اینجا هم حالا حمل و نقلش کلا با اتوبوس هست، با مترو هست، با متروی شلوغ. یه چیزی که توی مسکو مثلا معروفه، حالا توی سن پترزبورگ هم همینطور، توی پیتربورگ این قضیه متروشه که متروی اینجا هر کدومش یه موزه هنریه برای خودش. یعنی متروی ساده ای نیست که ما ببینیم، پر نقاشی و پر آثار هنری مهم و خودش یه زمینه کلا جالبی برای گردشگری. اصلا برای گردشگری خیلی ها میبرن مترو رو نشون میدن. وقتی که کارت تموم بشه بدهکاری داری یا پولو قبلا باید داده باشی واسه کورسات؟ واسه یه کار یا واسه دندون پزشکی؟ واسه تحصیل؟ واسه تحصیلش. واسه تحصیل درس اینجا اینجوریه که نه، اول ترم باید پول بدی، ولی خب دانشگاه میاد راه میاد با افراد ثبت نامو میکنی. شاید نه برای ترم یک، برای ترمای بعدی مثلا میگی که من این پولو میدم، تو دیرتر این پولو میدی و پنی میخوری، به اصطلاح پنالتی میخوری، یه پولی بیشتر باید بدی به عنوان سود این دیر کردی که درس تو دادی. و خب سر همه قضیه یکی شده مثلا کامل 1 سال خونده، 6 ماهشو خونده و پول اون 6 ماه رو نداده و حالا به مشکل خورده نتونسته بده و کل اون 6 ماهش سوخت میشه. درس خونده ولی خب 6 ماه عمرش سوخت میشه. ولی در کل باید اول بدیم، ولی یکم هم راه میاد، معمولا راه میاد دانشگاه. بعد درآمدی که فکر میکنی از این در بیاد وقتی که تموم بشه چقدر؟ حالا فرض کن بری هلند. برای کشورهای دیگه که خوبه، برای اینجا هم خوبه، ولی یک باید زبان روسی بلد باشیم، دو یکی یه آزمونی دارم به زبان روسی باید کاملا فول باشیم. من خودم به انگلیسی اینجا درس میکنم، سر همین شاید برای من سخت بشه این قضیه. ولی درآمدش اینجا الان مثلا یه متخصص ایمپلنتولوژ باید به نظرم حدود چه مبلغی بگم، برای مثلا یک روز یک بیمار بیاد 2 تا فک آلان 4 آلان 6 بذاره، به نظرم در میاد 1 میلیون روبل، یعنی حدود 650-700 میلیون تومان در روز ممکنه از یه مشتری در بیاره یه ایمپلنتولوژ. حالا دیگه بستگی داره چقدر مشتری داره، مشتری کیان و حالا با چه قیمتی خودش کار میکنه. ولی در کل درآمد واقعا خوبی داره، مخصوصا یه سری تخصصهای خاص مثل زیبایی و مثل همین ایمپلنت. فهمیدم. دمت گرم آقا. من دلم می‌خواد خود راجع به روسیه بفهمم، یه خورده راجع به موقعیت الان راجع به جنگ خبریه؟ یعنی مثلا شما چیزی می‌بینین یا نه شما نورمال دارین زندگی می‌کنین، اون گوشم داره اوکراین حمله است؟ دقیقا همینه که میگی، یعنی همین جوریه که ما هیچ چیزی حس نمی‌کنیم ولی خبرش میاد که مثلا توی ایران به ما زنگ می‌زنن نگران که وای چه اتفاق افتاد، ما میگیم ما نمی‌دونیم، هیچ اتفاق نیفتاد و کلا این حجم خبری هست. ولی فکر کنم اکثر این مشکلات برای اوکراین پیش اومده باشه، حالا با توجه به سیاستایی که هست. اوکراینی که داره اذیت میشه، نه روسیه از لحاظ تحریم اذیت میشه و من و حالا بقیه روسا شنیدم ازشون میگن که تحریمو و مقدار تورم میان از اون قیمت موز تشخیص میدن. یعنی موز موقعی که ما اومدیم مثلا کیلویی 20 روبل بوده، الان کیلویی 120 روبله و از روی همین قضیه میان دقت کنم ببینن که چقدر تورم پیش اومده توی مسکو یا حالا توی کل روسیه. چه با فهمیدم. پس تاثیر اقتصادی داشته ولی تاثیر مستقیم رو شما نمیبینین، ولی اونور دارن هر دو طرفش رو میبینن. آره دقیقاً. اینجا باز تاثیر اقتصادیش هم خیلی کنترل شده بوده، حالا مثلا توی خونه شاید 30% افزایش قیمت بود ولی توی یه سری محصولات غذایی بیشتر. دمت گرم، مرسی. من خودشم با یه آدمی که داره بالاخره دکتر میشه و خود تو روسیه هم زندگی کرده، خود راجع روسیه بپرسم، زنمون روسی خود یاد بگیریم. دمت گرم، مرسی وقتت گذاشتی آقا. عزیزم مرسی تو وقت گذاشتی، خیلی خوشحال شدم باهات صحبت کردم. دمت گرم. چاکس. اقتصادی